سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من امروز میخوام استانبولی پلو درست کنم. گفتم به اشتراک بذارم، شما دوستانم اگه دوست داشتید درست کنید. این لوبیا سبز تقریبا نیم کیلو برای 5 نفر. اینم گوشت چرخ کرده، اینم پیاز، حدود 4 عددم پیاز میخواد که پیاز رو خورد میکنم با گوشتش تفت میدم. بعد با لوبیا هم که پخت الان میذارم یک کم نصف استکان آب بهش اضافه میکنم و میذارم تا کم کم تو آب خودش پخته بشه و بعد سرخ میکنم. ببینم از لوبیا که پخت الان یکم سرخش میکنم. این کاملا پخته است. اینم فلفل دلمه و پیاز که آسیاب کنم و بریزم با گوشتش که با هم سرخ بشه. کاملا سرخ بشه. یکم که سرخ بشه بوی خامیش و از اون بوی زومش بیرون میره، خوشمزه میشه. اینم از لوبیا. خب الان دیگه اینا رو تفتش بدیم کاملا سرخ بشه. حالا میتونید یه قالب کره بذارید برای تفته که بوی خوبی بگیره، یا اینکه یه قاشق روغن حیوانی روش بذارید. من روغن حیوانی گذاشتم یکم و روغن کنج. تا قاشق روگه بهش بزنید. اگه روگه‌تون خیلی سفته، من روگه‌م خیلی سفته، 3 تا بزنم. اگه که روگه همراه اینا سرخ بشه که بوی رو رنگ خوشگلش رو نشون بده. آب نمیخواد؟ نه، بعضی‌ها بهش زعفرون هم میزنم، ولی من زعفرون استفاده نمی کنم چون بچه‌ها حساسیت دارن، بهش نمیزنم. فقط همین به گوجه و فلفل و دیگه اینا رو تفتش دادیم. من گشنیز، پودر گشنیز و پودر شنبلیله یکم هم ببخشید تلخون خشک با فلفل بهش اضافه میکنم. طعمش رو خوشمزه میکنه. عطر تلخون و عطر شنبلیله هم پودر گشنیز. خب حالا لوبیا رو بهش اضافه میکنیم. با هم دیگه همه رو تفت میدیم. خب دیگه مواد من آماده است تا برنجم رو درست کنم و بزنم لابه بریزشم. دوستان حالا میخوام ترچینش کنم. یکم کنجد میریزم، خوشمزه میشه کنجد با سیب زمین. سیب زمین رو میپیچونی.
تو کمایلومنسی که لم میکنه خیلی برنج یه طعم دیگه ای میده. بالا برنج رو بریزم. موادمون بریزیم لابلاش. این بقیه برنج رو میریزیم. برنجتون رو یکم بی نمکتر بردارید به خاطر اینکه موادش روب و اینا داره شوره و شور بشه. حالا جایی بردم. روغنم دیگه به اندازه کافی داره به خاطر اینکه من موادش رو سرخ کردم دیگه روغن زدم دیگه الان روغن بهش اضافه نمی کنم. یه استکان نصف استکانه یه استکان آب میریزم و دیگه دمش میزنم. ببینم لوبیا پلومو آماده شد و بکشیم. چه بوی جای همه دوستان خالی، خیلی و عطرش همه جا رو گرفته. امیدوارم که خوشتون بیاد اومده باشه و درست کنید و نوش جمع کنید. عجب تچینی شد. جای دوستان خالی. برام کامنت بذارید که به غذای بعدی رو چی درست کنم براتون.